بگو پدر ناخوش آمد رانندگی آخه داغای نمان کرده و چه بده. آقا برم بگم چی یه بمی میانم مغزه هیچی ازش نیمالت یا چی بگم من چی میدانم چی بگه خب مغزه با بگو یه چیزی بهش بگو دیم صدا بدم میام بابا تو مدد علی یه ذره یه واشتر برو این بچه مثل خورده مریضه مثلا ببین براتان میشه من اینم ها بچه جولانم ها پدر خود داره من نواشتر هر کی نمیخواد بزنه در مینه بابا پدر داخوش یواش برو بخی زیر بزنین در مینه مرکز نخوشی ها اصلا معصوم ندارم ها چشم بسته میخوای برم یه مردی میانه اینجوری بخصه به او فوش بده بخی زیر بریم پایین مینم میخوام کار زندگی اعتباری نیستش نمیخواین چای بخوریم بخی زیر یه لحظه واسه ذره اضافه نکن میخوام الان بیخه کجا هیچی ازت نمانه حالیت میشه چی میگم یه لحظه من برای این مردم یه ثابتی دارم نسبت به رانندگی تو عزیزان اونجور که میدانید من بچه خضرم بچه خزی خانم میانه سیلی بزرگ شدم با 12 سال از خودم بزرگتر گشتم آره من نپایین الان اینجوری کت شلوار مد شلوار پوشیدم شیک پوک بکردم الان زیر کت شلوارم جیب بغلم به مطلعی قایم کردم به پایینان تمامتون میترسین خدا وکیل اونجور تعجب نکن اونجور تعجب نکن پدرم اونجور تعجب نکن خب عزیزان فکر کنم یه چایه الان بچسبه اونجور درست نمیگم جان من نه جان من درست نمیگم وقتی سپاه بریم یه قیلالی بزنیم ها یه حالی بکنیم خشمونم خشم بکنیم ما خشم بکنیم خشم بکنم ازتان یه انقدرم که قابل نمیدانم خود من خدایا شکرت باز به مطلعه